سلام. امروز اومدم یه چیز متفاوت تو ارمنستان رو بهتون معرفی کنم. این شما و این طولانی ترین تلکابین جهان. طول این تلکابین 5752 متره و ارتفاعش 320 متره. این تلکابین در روستای هلیتزور واقع شده و یکی از جاذبه‌های گردشگریه که فوق العاده دیدنیه و به تمام گردشگرای خارجی پیشنهاد داده میشه حتما برن از اون بازدید کنن. سوا بر این طبیعت زیبایی که شما زیر پاتون دارین میتونید از کلیسای تاتو هم اونجا بازدید کنین. آقا هزینهش خیلی راحته. 2 تا فصل تابستونه داره و زمستونه ماهای دسامبر تا فوریه، تابستونه مارس تا نوامبر. حالا به چه صورته؟ تک مسیره. تو زمستونه 5500 درام، تابستونه 3500 درام. رفت و برگشت زمستونه 7000 درام و تابستونه 5000 درام. اگه میخوای زبان توقفت حساب نشه و بدون محدودیت تو گردش باشی، زمستونه 9000 درام و تابستونه 7000 درام. اگه از این پست من خوشت اومد، لایک، کامنت فراموش نکن، سیوش کن اگه دوست داشتی و واسه دوستاتم بفرست و مرسی که پیج ما رو دنبال میکنی.